سلام به یک برنامه پشت پرده دیگه خوش اومدید. در این برنامه قصد داریم که پشت پرده های پنهان روح الله زم، سایت خبری آمد نیوز، کانال تلگرامی آمد نیوز، ارتباط روح الله زم با ندا امین، اخباری که او راجع به رهبر ایران، بدل رهبر ایران و ارتباط افراد و سازمان‌های امنیتی با روح الله زم، مصاحبه تلفنی او با ندا امین و همه رو در این برنامه با مکالمه اسکایپی که با روح الله زم داشتیم بررسی بکنیم. پس حتما این برنامه رو تا انتها دنبال بکنید که حرفای پر از جنجال حاشیه رو روح الله زم، ندا امین و یکی از افسران اطلاعاتی سپاه ایران که باهاش مصاحبه تلفنی گرفتیم قرار داده شده در این برنامه که حتما تا انتها اون رو دنبال بکنید. برنامه اینترنتی پشت پرده. آزم خیلی از دوستان خیلی سوالات عجیب و غریبی راجع به شما میکنن، دسترسی به شما خیلی سخت هستش و اینکه اولین سوالی که همه میپرسن که آقای زم منابعش رو از کجا میاره؟ از داخل ایران. از کجای ایران؟ دقیقا. ممکنه خیلی این سوال هستش که چرا منابعی که هستن تو داخل کشور هستن به افرادی، حالا مثلا به فردی مثل من وصل شدن، چرا به بقیه روزنامه نگارا وصل نشدن، چرا به بقیه خبرنگارا وصل نشدن؟ خب این دلایل متفاوتی داره. یکی اینکه این منابعی که وجود دارن و دارن کار میکنن، این منابع خودشون داخل سیستم هستن و به جهت اینکه ترس دارن از اینکه ممکنه اطلاعاتشون حالا توی یک تبادل اطلاعاتی یا توی تبادل خبر منتشر بشه، جایی بالاخره در بیاد، یه خبرنگاری حالا تو خارج از کشور روحیه‌شو نمیشناسن. آره خیلی از کسایی که داخل هستن چون خودشون تو سیستم هستن و انتشار یک کدوم از این خبرها ممکنه به جمع کردن خودشون و خانواده‌شون و اینا منتهی بشه یا اصلا معلوم نیست سرنوشتشون چه اتفاقی میفته. طبیعیه که سعی میکنن با آدمایی که قبلا مراوده داشتن یا بالاخره دوستی داشتن یا حداقل از روحیه شناختی داشتن وصل بشن به اونا. به فرض مثلا منبعی که به فرض مثلا با آقای نوریزاده یا با آقای واحدی یا مثلا به بقیه روزنامه نگارا خبر میرسونه، طبیعتا اون منبع نمیاد به من وصل بشه، با یک شناختی میره با اون افراد ارتباط برقرار میکنه، یک حافظه ذهنی بعد از قبل داشته باشه. یک دلیل عمده‌اش اینه که من نمیخوام حالا تهمت بزنم یا بخوام تو حاشیه وارد بشم، اما چون اینا خودشون بالاخره این کاره هستند و به قول معروف که لوله بخاری بزرگ شدن، اینا خودشون میفهمن که چه آدمی داره با داخل کار میکنه و چه آدمی کار نمیکنه. مثلا کسی که توی وزارت اطلاعات و میاد به فرض مثلا راجع به جلسه امروز فلان آقا با فلان آقا خبر میرسونه به ما، خب این میدونه که بعد به چه کسی خبر رو برسونه، میدونه که من به فرض نه با وزارت اطلاعات دارم کار میکنم، نه با اطلاعات سپاه دارم کار میکنم، نه با حفاظت اطلاعات قوه دارم کار میکنم. اینا خودشون چک میکنن. از کجا میدونید که مثلا بیننده چجور اعتماد بکنه یا اون شخص از کجا اعتماد بکنه که شما با این ارگان ها اصلا وصل نیستید و ارتباط مثلا همکاری ندارید بخواید پشت پرده کارهای امنیتی اطلاعاتی بکنید؟ این رو چجوری میتونن؟ کاملا مشخصه این که بالاخره یه روح الله زمی هست داره فعالیت میکنه و این تا حالا چه کار مفیدی به نفع جمهوری اسلامی انجام داده. این اولین سوال دیگه که بالاخره یک فرد داره همکاری میکنه با یک سیستم و خروجی کارش چی بوده؟ خروجی کارش گول زدن مردم بوده، خروجی کارش اطلاعات غلط دادن بوده، خروجی کارش نرو به سمت حسن بیا به سمت حسین بوده، خروجی کار بالاخره خروجی کار این آدم معلومه. یک فعالیتی داره و حالا بعد از قیام مردم دیما هم تکلیفش رو با خودش مشخص کرده. تا اون موقع مثلا فکر میکرده شاید یک کورسوی امیدی باشه برای اصلاح نظام، ولی بعدش اومده اصلا میگه نه، نظام قابل اصلاح نیست و باید براندازی بشه و باید بالاخره یک سیستم و ساختار جدیدی بیاد و حالا بعدش با مکانیزمایی که باید طراحی بشه با اینا سوالاتیه که آدما بعد از خودشون بکنن نه از من بکنن. خب یعنی اولین چیزی که به ذهن میزنه من میگم آقا فردین، یکی میگه فردین داره با جمهوری اسلامی همکاری میکنه. خب میگم خب فردین چه کار خروجی داشته که به نفع جمهوری اسلامی بوده؟ یه دونه‌شو بگو، دو تاشو بگو، سه تاشو بگو. اونجاست که به این نتیجه میرسم که خط فردین با خط نهاد امنیتی موازیه و دارن که یک خط معادل میشه. نکته که خیلی مهم هستش، نام روح الله زم کی سر زبون ها بیشتر اومد؟ سر قضیه این که شما اومدید اسنادی رو منتشر کردید در خصوص خانم زهرا لاریجانی
دختر رئیس قوه قضاییه ایران و اون موقع مصاحبه‌ای که شما با صدای امریکا کردید و آقای فلاحتی خیلی صدا کرد و شما تو برنامه بعدی اومدید 2 برگه اسناد توی این برنامه نشون دادید که حرف و حدیث ها بسیار بود. یه عده میگفتن که اون امضایی که پای اون نامه بوده جعلی بوده یا این مدارک جعلی بوده، ولی خب واکنشایی که از داخل ایران میومد و واکنشایی که از سوی آقای احمدی نژاد به خصوص اومد خبر رو تایید کرد. مردم به خدا من بچه‌هام جاسوس نیستم، برادرام کارچاه‌کن نیستن، زمینخوار نیستن، وارد کننده انحصاری دارو نیستن. خودم هم در اطراف قم زمین تصرف نکردم گاوداری درست کنم. پولم هم از پارو بالا نمیره. تابعیت بیگانه هم ندارم، بچه‌هام هم ندارم، برادرام هم ندارم. اکثر ملت همینن، همین حرفو میزنن. می‌خواستم بدونیم که این منبع دقیق این خبر رو اونطوری که گمان زنی ها میشد از سازمان‌های اطلاعاتی غرب به دست شما رسیده، نه از داخل ایران. شما خودتون راجع به این قضیه چه واکنشی نشون میدید؟ ببین اینا بحث، من کلا راجع به این پروژه‌ای که دارن میگن این آدم به سازمان اطلاعاتی غرب وابسته است اول میخوام یه توضیحی بدم. اینکه ببین اصلا دلیل این که به ما میگن شما به سازمان اطلاعاتی غرب وابسته ای، یا مثلا یه دفعه میگن ترکیه، یه دفعه میگن عربستان، یه دفعه میگن موساد، این آخریا صدامو چسبوندن گفتن CIA، نمیدونم اینا. 2 تا دلیل داره، یعنی 2-3 تا دلیل داره. یک مصرف داخلیه که به مردم بگن این آدم وابسته است و داره با سرویس‌های خارجی کار می‌کنه. دومین بحثی که وجود داره اینه که خانواده‌های ما رو، افرادی که با ما مرتبط بودن یا بالاخره کسایی رو که میخوان تو پروژه روح الزم بازداشت کنن و آمد نیست، خب بگن که پس چون اون جاسوسه تو اتهامت میشه معاونت در جاسوسی و حکم سنگین بزنن برشون، چون هیچ محملی قانونی وجود نداره. کسی که با روح الزم سلام علیک میکنه به چه اتهامی میخوام بگیرنش؟ باید یک بستری رو فراهم بکنن تا اون آدما رو بتونن به هر عنوانی بگیرن. سومین چیز که به نظرم مهمترین اتفاقیه که میفته تو این قضیه اینه که میخوام بگن آقا ما سازمان‌های اطلاعاتی که بسیار قوی هستن و ریگی رو روی هوا میگیرن، خب اولین سوالی که پیش میاد میگن آقا یه آدمی نشسته اینور و داره کار میکنه و کل اطلاعات فیها خالدون شما رو داره در میاره و دارن بهش میدن. خب این چه سازمان‌های اطلاعاتیه که شما دارین با این همه تشکیلات عریض و طویل و یه دونه کانال تلگرامی کل حیثیت و آبروتون و کل همه چیزتون رو بین برده و کل سامانتون و بنیانتون رو چیز کرده. این بحث سازمان‌های اطلاعاتی غرب. درست. شما چقدر مگه منابع از داخل دارید؟ شما به اندازه 2 تا خبرگزاری از داخل منابع دارید و اینکه خب به هر حال شما باید از یه جایی درآمد داشته باشید که بتونید از اون منابعی که داخل هستن خبر تغذیه بکنید. قطعاً منابعی که داخل هستن به عشق وطن نمیان به شما خبر بدن. اینو چرا خیلی هستن به عشق وطن این کارو میکنن. منابع ما اصلا پول نمیده. ما تا حالا به یک دونه اصلا یادم نمیاد، یعنی اصلا خاطر ندارم. پس پیشنهاد دادن بهمون مثلا فلان منبع هست تو فلان جا، بعد بهش پول بدیم تا بهمون خبر بده. گفتم اصلا ما نه پول داریم نه پولی میدیم. هر کی میخواد یه بستری فراهمه برای مردمش بخواد بیاد کار بکنه، ما در خدمتشیم. ولی این که بخواد بیاد طرف بگه آقا من پول میخوام فلان خبر رو دارم بهت پول میدم و اینا، نه اصلا نداریم. اصلا بده اگه جایی هست به من پول بده. من گفتم تا البته الان داریم تلاش میکنیم بعد از این اتفاقات دی ماه که افتاد و بالاخره خیلی از آدما دیدن که یه کانال چجوری میتونه بنیان یا حکومت رو به لرزه در بیاره. آره چند جا گفتم بهتون کمک مالی میکنه. منم گفتم باشه، کمک مالی از هر کجایی که باشه، من برای مردمم باشه، حرف مردممو بزنم، نه وابسته به جایی بشم. فلانی بیاد به من بگه من به تو کمک میکنم به شرطی که حرف منو بزنی، از تجزیه طلب به فلان جا حمایت کنی، از تمام تجزیه کشور دفاع نکنی. این چیزی که من میگم و بری نه، از هیچ کس نمیگم. ولی تا جایی که پول بگیرم، آزاد باشم، حرف مردممو بزنم و به هم واگذار کنن، بگن آقا این تو، این آقای، این علی و حوزش برو باش بجن، میگم مثلا این منابعی که با شما کار میکنن آقای زم مثلا میان صورت جلسه‌های شورای عالی امنیت ملی رو به شما میدن. شورای عالی امنیت ملی خب تعداد اعضاش مشخص هستش و بولتن هایی که از این شورای عالی امنیت ملی میاد بیرون، طبیعتا من که
کار رسانه‌ای تو ایران کردم میدونم که اینها شورای تامین خبرش بیرون نمیاد به همین راحتی، حالا چه برسه به شورای عالی امنیت ملی یک کشور. طبیعتا اعضا مشخصن چجوری این منابع لو نمیرن و چجوری این افراد دستگیر نشدن. هرچند خبرهایی از داخل ایران بیرون میاد که یه سری از اینها دستگیر شدن، ولی خب به هر حال رسانه‌های ایران با توجه به سانسورایی که دارن این خبرها رو منتشر نمیکنن. چجوری این منابعی که به شما خبر میدن دستگیر نمیشن؟ اینکه کسی رو گرفتن و اینا که اینا همه داستان. حالا یک دونه از منابع ما تا حالا سوخت نشده، لو هم نرفت. یعنی اینا هر کسی رو گرفتن به زن یا با کینه شخصی بوده یا به زن رابطه با مدعو بوده که هیچ کدومشون هم منابع ما نبوده. بعدش هم که منابع من مثلا فلان روزنامه نگار نیستش که داره کار میکنه، منابع من مثلا فلان آقا، منابع من یکی از اون آدمیه که تو شورای عالی امنیت نشسته. صورت جلسه نمیتونه بیاد بده به من، ولی میتونه 15 تا بندشو بگه که به من. عین صورت جلسه‌ای که تو شورای عالی امنیت ملی زدن، جلسه‌ای که گذاشتم مثلا در فجر طرف خوند، اینجوری خوند، اومد بیرون 15 تا بندشو به من تلفن زد، رفت تو. خیلی راحت میگم این تصمیم گرفتن. یعنی اینا اگه بخوان بگیرن بعد برن از خودشون بگیرن، باید بره سران عالی رتبه رو بگیره، نمیتونه منبع منو بگیره. خبر رسیده که یه سری از این افراد رو گرفتن، من تایید نمی‌کنم، اما منابعی که طبیعتاً دارن با برنامه پشت پرده کار میکنن گفتن که یه سری افراد رو که با شما در ارتباط بودن تو ایران گرفتن. من این رو در قالب گمان زمینی دارم میگم، نه اینکه من تایید بکنم یا رد بکنم، به هر حال قراره که ما با هم مصاحبه چالشی داشته باشیم. گفته شده که اینها رو وقتی گرفتن اینها از شما پولی گرفتن، شما اینو تایید میکنید یا تکذیب میکنید؟ نه اصلا ما اصلا پولی نداریم به کسی بدیم. هر کسی میگه از من پول گرفته بیاره یه سندی مدرکی نشون بده که از من پول گرفته. ما به غیر از کمک‌های مالی که مردم میکنن و حسابش هم مشخص است توی پیپله و کاملا، حالا بعضی لطف میکنن کمک میکنن زیاد کم برای ادامه این مسیر، برای ادامه این کار. ما الان مثلا میخوام نسخه انگلیسی سایتمون رو راه بندازیم، بالاخره اخباری که انگلیسی داره منتشر میشه رسانه‌ای هستن که دست نایاکن، رسانه‌ای هستن که دست اصلاح طلبانن، رسانه‌ای هستن که خبر واقعی جامعه ایران به جامعه غربی نمیرسه. ما میخوام بیام اینو آزاد منتشر بکنیم. خب کسی ما بهش پول نمیدیم، یعنی پولی نداریم که بدیم. خب همینجوری میاد یه کمکیه، مثلا با هم دیگه جمع میکنیم، میریم تو فلان جای خبرنگاری میگیریم، مثلا واسمون 2 ماه کار کنیم، 3 ماه کار بکنیم. خب اون خبرنگار مثلا توی یک کشوریه که ارزش پولش حالا به تبدیل بخواد بشه به دلار و یورو، براش خیلی راحت تر میشه کار کرد. میدونین ما الان مثلا خبرنگار داشتیم، پول داشتیم که خب راحت خیلی میرفتیم از افراد شناخته شده استفاده میکردیم، $2000 $2500 $2000 یورو اینو حقوق میدادیم. اینو بقیه که دارن ما نداریم، ولی بگیریم میگیم به مردم که گرفتیم، چقدر گرفتیم، از کجا گرفتیم. بالاخره آمد نیوز مال کیه؟ آمد نیوز رو من تأسیس کردم، من مؤسسش بودم. الکی دروغ میگن دامینش مال عربستان بوده. دامینش به نام یکی از دوستان من بود که 3 سال اینو دامین گرفته بود. 3 تا دامین رو amadnews.com.net.org گرفته بود و الان دوست منم تو امریکاست، حاضر حضور داره. 3 سال الان اون شخص آقای نیکنام، آقای مجید نیکنام. بعد اینو 3 سال رینیو کرد این دامین‌ها رو اینا رو و می‌خواست یه رسانه‌ای راه بندازه، نمیتونست. ما مثلا یه تیم بودیم، دوست بودیم با هم دیگه، می‌خواستیم راه بندازیم، نمیشد. من تو سهام بودم، نمیدونم آقای نیکنام مثلا جای دیگه فعال بود، اون یکی دوستمون یه جای دیگه فعال بود. تا یه شرایطی شد که تونستیم. من گفتم میتونم این کارو راه بندازم. دامین‌ها رو به نام من منتقل کرد، به اسم من منتقل شد. اصلا از ابتدا اونا تو رسانه‌هاشون دارن میگن به نام نمیدونم چی عربستان. دروغه. از یه شرکتی امریکایی به اسم domain.com خریدیم دامین رو و شرکت بین‌المللی جهانی به همه هم دامین می‌فروشه. بعدش هم اومدم یه مقطع کارو واگذار کردم به دوستام و چون داشتم یه کتابی می‌نوشتم راجع به یه سری پروژه‌های امنیتی بود که تا حالا اصلا افشا نشده، اصلا تا حالا منتشر نشده، کارهایی که ایران داره میکنه در سطح بین‌المللی به کشور دنیا داره لطمه میزنه و اینو می‌خواستم به 2-3 تا زبونم می‌خواستم ترجمهش کنم که یادم نیست خوردیم به یه مقطعی که دوستان گفتن که ما الان احتیاج داریم که باشی و این که الان تو رفتی نشستی کنار و بالاخره این کار داره انجام میشه و اینا، این درست نیست و بعد برگردی و بیای. حالا من اون کارم نصفه گذاشتم و حالا اومدم دارم کمک دوستان. درست. بعد آمد نیوز از کی شکل گرفت و
چجوری شکل گرفت؟ طبیعتاً در کشور ترکیه در زمانی که شما UN بودید این اتفاقات افتاد یا قبل از اون آمد نیوز شکل گرفت؟ نه، طراح سایت توی ترکیه بود، یکی از دوستان ما بود که پناهجو هم بود، الان اومده یونان، شاید راضی نباشه اسمشو بگم. طراح سایت ایشون بود، اصلا بحث ترکیه ای نبود، بحث این که حالا یک عده پناهجو نشستن توی ترکیه فلان کاری کردن، نه. قرار بود که ببین قضیهش مفصله، یک سرویسی توی ترکیه میخواست با ما کار بکنه. چه سرویسی؟ که من بعد از اینکه سرویس امنیتی ترکیه اسمش یه آقای ما رو دعوت کرد، MIT اسمش میگه، یه آقای ما رو دعوت کرد اونجا، میخواست اونجا کار بکنه و فلان بکنه. اونها که بعد ما فهمیدیم بعد یه مدت که این مال سرویس کلا کشیدیم کنار. یعنی میت ترکیه به اصطلاح میخواست با شما کار بکنه دیگه، سرویس اطلاعاتی امنیتی ترکیه و اسرائیل، درسته؟ اسرائیل میت طبیعتاً خب موساد باشه کانکشنی داره دیگه، نداره؟ اصلا رابطه ترکیه با اسرائیل اصلا خوب نیست، اصلا اینا با هم همکاری نداره. نه، ترکیه بود که ما فکر کردیم صدا و سیما ترکیه است، فکر می‌کردیم یک رسانه ترکیه است که میخواد در کنار رسانه‌ای که داره به اسم TRT میخواد یک رسانه فارسی هم را بندازه، چون TRT به زبون ترکی هست، به زبون عربی مثل این که داره، به زبونهای دیگه هم داره. من فکر کردم مثلا مثل VOA فارسی که هم زبونهای مختلف داره، مثل BBC که زبونهای مختلف داره، اینها میخوان یک سرویس فارسی هم را بندازن و برای اون کار از من دعوت کردن. منم نمیدونستم اصلا مهمون کی هستم، فقط رفتم صحبت کردم، توتوش در آوردم، دیدم نه مثلا صلاح نیست که بخوام با اینا کار بکنم. بعد یه آدمی که خودش داشت با اون سرویس فعالیت میکرد و امضاش موجوده که زیر برگه‌ای که پول گرفته امضاش موجوده و هست و هنوز ما اصلا منتشرم نکردیم، این آدم به ما تهمت زد که تو داری با میت ترکیه همکاری. آقای کی؟ خیلی جالب. اسم نبریم دیگه، حالا بالاخره معلومه، مشخصه. آقای مجید نیکنام امینی نبودن ایشون؟ نه خبرگزاری فارس تیتر کرد، نمیدونم اون صدا و سیما پخش کرد فیلمشو، کلی بالاخره خوراک داد. آقای پیمان عارف؟ اسم نبریم، نمیخوام آدمو رو گنده کنم. آقای پیمان عارف طبیعتاً شخصی هستش که با شما خیلی زاویه دارن ایشون و من نمیدونم، این سوالی خیلی اینجا ذهن خود بنده و تیمم رو مشغول کرده که چرا هر کسی با آقای روح الله ازم ارتباط میگیره، کار خبری میکنه، بعد از اینکه جدا میشه دشمن خونیش. به خاطر ما سعی میکنیم عارف با من کار نمیکرد. پیمان عارف تحلیلگر مسائل ترکیه از آنکارا با ماست. پیمان عارف تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه از آنکارا با ماست. پیمان عارف تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه از آنکارا با ماست. در آنکارا پیمان عارف پژوهشگر علوم سیاسی با ما همراه خواهد بود. یک پروژه مفصلی که میت ترکیه نه بر علیه جمهوری اسلامی، بر علیه ایران، این مهمه، بر علیه ایران تدارک شد. سایت آمد نیوز و سایت نگام توسط سازمان میت ترکیه اداره میشه، توسط کارگزار ایرانی یعنی آمد نیوز روح الله زن در پاریس، نگام احمد شمس در آنکارا. اینا حقوق میگیرن از میت ترکیه. آمد نیوز یه شب سبز نشد. مردک روح الله زن که یک روز رفتی به جنبش سبز نداره، یک فرصت طلب بزرگ هست، برای آمد نیوز آخر هر ماه پا میشه میاد از استانبول 8000 ببخشید به یورو حقوق میگیره، تا جایی که اطلاع دارم 8000 یورو حقوق میگیره، برمیگرده فرانسه، بلیت رفت و برگشتش از پاریس به استانبول هم توسط میت خریداری میشه، میاد سیاستگذاری‌های جدید رو دریافت میکنه، برمیگرده میاد فرانسه. در مورد نسبت آمد نیوز با تشکیلات میت سرویس جاسوسی میت ترکیه صحبت خواهم کرد، از حقوق روح الله زن صحبت خواهم کرد، از پروژه‌ای که برای ایران اینها تدارک دیدن صحبت خواهم کرد، خبرگزاری آناتولی سرویس فارسیش برای چه کار راه افتاده صحبت خواهم کرد و حرف برای گفتن زیاد. یعنی هیچ کانکشنی با ایشون شما تو زمانی که ترکیه بودید نداشتید؟ به حال ما ترکیه بودیم، منزل یکی از دوستانمون بودیم، دعوت کرده بود. این دوستمون گفتش که آقای عارف 2-3 روز داره زنگ میزنه، داره خواهش میکنه بیاد یه شب شما رو ببین. من یه هفته 10 روز اونجا بودم. گفتم که
اولش حالا بیرو درواسی گفتم نه من نمیخوام اصلا اینجا قرار بذارم و نمیخوام کسی رو اینجا ببینم، بخاطر نمیخوام کسی بفهمه من اینجا. گفت دیگه آقا همه میدونن که شما اینجا و فلان و اینا، یه قراری بذاریم ایشون یه شب شام بیاد خونه ما و شما ببینیش. گفتم دیگه باش. حالا دوست منم زن و بچه زنش بود، خودش بود، فلان و اینا. یه شب قرار گذاشتن اومدیم خونهشون، ایشون هم نشستیم با هم دیگه توی بالکنی هم منزل دوستمون، نشستیم اونجا یه چایی هم خوردیم و جمع شد یک ساعت و نیم خداحافظ. یعنی اون همه عکسی که اومد بیرون اونا فقط یه دونه عکس بود، اونم خودم گفتم بگیرم. یعنی یک دونه عکس بود تو بالکن، همون یه دونه عکسی که فقط واسه اون یه چیزی یک ساعته بود دیگه. یه دونه عکس که دلیل بر این نمیشه که حالا مثلا نه من اصلا با آقای عارف نه کاری دارم نه اصلا، یک هم صحبتی بوده با هم دیگه. یک ساعت و نیم تو منزل یه آقایی به اسم آقای احمد شمس اونجا نشستیم با هم، یه غذایی خوردیم، لطف کردن یه غذایی درست کردن. اون شب کنارشون بودم، آقای علی کلایی بود از که الان نروژ، اون موقع ترکیه بود، با هم بودم با خانوم آقای عارف اومدن با هم اونجا یک شام خوردیم و بعدش هم رفتیم دیگه. ما رو به خیر و شما رو به سلامت. این دلیل بر همکاری و دوستی نیست. من خیلی سعی میکنم پازل ها رو کنار هم بذارم که بتونیم خیلی چالشی تر با هم صحبت بکنیم. اون زمانی که پیمان عارف خودش ادعا میکنه من با آمد نیوز در ارتباط بودم، سر کله شخص دیگه به اسم ندا امین هم میاد وسط. از قضا ندا امین خود شما که تایید کردید که ایشون با آمد نیوز مدتی فعالیت کرده، بعد میام نگاه میکنیم که ندا امین با پیمان عارف هم یه ارتباطی داره. این دو طرف با شما زاویه پیدا میکنن، پیمان عارف مصاحبه میکنه با رسانه‌های داخل ایران، ندا امین هم که تکلیفش مشخصه توی اسرائیل هستش و این دو طرف هر دو بر ضد شما صحبت میکنن و هر دو طرف با هم احتمالاً یک کانکشن هایی داشتن زمانی که پیمان عارف هم به لبنان دیپورت میشه. اینو شما چجور پازلشو برطرف میکنید؟ ندا امین، آقای پیمان عارف، شما و آقای سام کسی سراوی. که ادعا میکنه بالاخره البینت علی المدعی، کسی که ادعا میکنه با آمد نیوز کار کرده بعد سند و مدرک بیاره و دلیل بده. جریانات دیپورت یعنی بازداشت پیمان عارف پیش اومد و فرستادنش به کشور لبنان از طرف دولت ترکیه. پیمان عارف یکی از اشخاصی بود که ترکیه خیلی به من کمک کرد و من خیلی ناراحت بودم بابت این مسئله که برای پیمان عارف اتفاق افتاده و داشتن بازداشتش کرده بودن و تقریبا 10-11 روز هم ازش بیخبر بودن و بعدش فرستادنش لبنان. دارن میشکنن، دارن درو میشکنن، دارن درو میشکنن، دارن درو میشکنن. پیگیری قضیه شدم که چطور میشه بهش کمک کرد و اصلا این قضیه از کجا میخوره و چرا ایشون رو فرستادن کشور دیگه. که سر نخ این قضیه رو که گرفتم رسیدم به شخصی به اسم احمد شمس. از احمد شمس رسیدم به شخصی به اسم روح الله زن، به همین آقای روح الله زن، مدیر مسئول آمد نیوز. خاص این رو متوجه شدم که با میت ترکیه یعنی سازمان اطلاعات امنیتی ترکیه همکاری میکردن و یک سری اطلاعات از پناهجویان یا پناهندگان در ترکیه به سازمان اطلاعات ترکیه میدادن و یک سری مبادلات و معاملات بر سر پناهنده ها انجام میدادن به خاطر دریافت پول و یک سری منافعی که شامل حالشون میشد. Görüyorum. Kim bu kapıya çaldı? Öyle. Kim çarptı? پیمان عارف یه مقدار با سیاست‌های دولت ترکیه که اعمال میکرد به پناهنده ها و حقوقشون رو نقض میکرد مشکل داشت که به این مسائل اعتراض میکرد و یه مقدار خوشایندشون نبود و روح الله زن وسط کمک میکرد به ترکیه رو پرونده سازی. خود خانم ندا امینش هم وبلاگ نویس بود. ایشون 4 تا خط از اینجا برمی‌داشت از اونجا برمی‌داشت، ما سرچ می‌زدیم گفتیم آقا اینا اینجا کار کردن قبلا، شما کپی پیست نکن بچسبون اینجا. ولی خب یه هفته بنده خدا فرق دامین و پنل هم نمیدونه. یه جا نشسته بود صحبت کرد گفته دامین آمد نیوز دست من بود، دست که دامینش نبود، یه پنل بود دسترسی 10 روزه 15 روزه بود که مسئول فنیمون اشتباه کرده بود، چون اصلا ما به این آدما دسترسی نمیدیم واسه وبسایت، دسترسی فقط دست سردبیره که اون فقط اخبار رو پابلیش میکنه.
اما یه اشتباهی بود، اون 10-15 روز هم مرتفع شد. دلیل نزدیکی، حالا من نمیخوام راجع به مسائل دیگه نمیخوام زیاد صحبت بکنم، اما دلیل نزدیکی با بالاخره ببین مسائلی وجود داره که ایشون اخراج شده از ترکیه، یا اون خانم یا این خانم، بالاخره مسائلی وجود داره. اینجوری نیستش که میگفتن که شما زن پیمان عارف رو به میت لو دادید. این خبر شما تایید میکنید؟ چه کار میکرده زن پیمان عارف که من به میت لو شدم؟ نمیدونم، مثل اینکه میگفتن که شما یه سری آمارهایی رو از ایشون به میت دادید. من خبر رو تایید نمی‌کنم، فقط در قالب من اصلا ارتباطی ندارم با میت. ببین الان ما یکی از خبرنگارامون رو توی ترکیه دزدیدن بردن، ما اصلا نمیدونیم کجاست. یعنی اینایی که میگن آقا ادعا دارن که آقا بالاخره این داره با میت ترکیه کار میکنه، میت ترکیه بعد مسئول بالاخره هوای تشکیلاتی که داره کار میکنه رو داشته باشه دیگه. ببین یه جایی هست من میگم آقا فلانی داره واسه فلان جا کار میکنه، من الان میتونم به شما تهمت بزنم بگم داریم با سرویس مثلا آلمان یا آمریکا یا فرانسه یا حالا یه جای دیگه دارین کار میکنه. شما چه سخنی از دهنتون خارج شده که در راستای منافع اون سرویس بوده؟ خب بالاخره الکی که نمیان پول بدن حمایت کنن دیگه. میگه آقا ما از تو پول میدیم، مثلا از تو حمایت میکنیم زیرکی، مثلا بیا پانا رو اینجوری کن، نمیدونم اونو برو اونجوری کن. ما چه کاری کنیم؟ ما که داریم خودمون فوش داریم میدیم به ترکیه. ما عکس داعش رو میذاریم کنار چیچی ابوبکر بغدادی، میگیم آقا این نمیدونم پرچم داعش اون، مثلا دیوانه است مگه دولتی یا سرویسی که رئیس جمهورش رو داریم میکشیم به چیز بلند شه بیاد این پول رو بده؟ نه، اینا در حد تهمت‌های بدون سنده. خب نه ببینید یه فیلمی هست که پلیس ترکیه، حالا نمیدونم یا میت ترکیه است، پلیس ترکیه میخواد بریزه توی خونه پیمان عارف که فیلم رو به صورت اون زمان زن پیمان عارف داره این فیلم رو میگیره، قطعا شما هم این فیلم رو دیدید و اونجا توی فیلم خود زن پیمان عارف حرف از شما میزنه و میگه که ما رو روح‌الله زم لو داده. حالا من نمیدونم نه اصلا حرف از من نبود، حرف از آقای احمد شمس بود. حرف از شما نبوده؟ خب این دعوای شما پس با ندا امین چی بود که شخصی دعوا نداریم ما با هم دیگه، شخصی به اسم عاشر میاد بالا این وسط و وایس خب ببین فیلمو یه دفعه دیگه شما ببینید، اون فیلم حذف شده از صفحه فیسبوکشون. خانم آقای عارف اسم 2 نفر رو میاره که اون 2 تا هم زن و شوهرن با هم و دارن ترکیه دارن فعالیت میکنن و دارن اصلا زندگی میکنن اونجا. اصلا بحث حرف من نیست. و حالا توی اون فیلم حرفای دیگه هم زده شده، از جمله اینکه زنگ بزنیم سفارت ایران مثلا پناهجو. من خودم 6 سال بیرونم، یک دفعه جرئت نکردم برم سفارت ایران و بگم آقا مثلا من فلان مشکل دارم، چون میدونم برم بعدش چیه یا مثلا چه مشکلاتی به وجود میاد. ولی اینا بماند. ببین خانم امین بحث پروژهش مفصله. خب ایشون 1 ماه کار میکرد واسه وبسایت و سردبیر ما هم مخالف بود که اینکه بیاد. یه دوستی ما داریم توی فرانسه به اسم خانم سپیده پوراقان. یه روز سپیده به من زنگ زد و گفتش که روح‌الله واسه سایت اگه خبرنگار میخوای اینا، من یکی دارم میشناسم. گفتم کیه؟ میشناسیش؟ آدم درستی؟ آدم درستی؟ گفت آره تضمینش با من و فلان اینجور. من باشه اومد و دیدم من اصلا بلد نیست، یعنی اصلا نمیتونه تنظیم خودم کلی میشستم خبرشو درست میکردم، سوتیاشو میگرفتم، این کارو نباید بکنی، میرفت از تایمز استایل کپی میکرد میآورد اینجا، از اونجا برمی داشت میبرد اونجا. من گفتم اینجوری نمیشه، اصلا اینجوری اصلا نمیشه. گذشت تا سایت ما حمله سایبری شد بهش. حمله سایبری شد، 2 تا دامینای ما رو دزدیدن بردن، amadnews.com و amadnews.net. مسئول فنی که حضور داره میگه آی پی ها یه سریش مال ایران بوده، یه سریش مال چین بوده، یه سریش مال روسیه بوده و اینا رو از همه جای دنیا حمله کرده بود که برد. الان هم شکایت قانونی داریم میکنیم از شرکت آمریکایی که بتونیم پس بگیریم. اون 2 تا سایت بردن و چیکار کردن؟ یه فحشنامه علیه من درست کردن. یعنی هرچی مطلب بود تو گوگل قبل از انتخابات بود دیگه، هرچی مطلب بود تجمیع کردن تو amadnews.com. هر کی که میزد amadnews.com میومد تو این سایت و میدید مثلا تمام فحشنامه علیه این بوده که مثلا با پاس شما رو مثلا اینکه جعل کرده بودن، دامین اینطوری دزدیده بودن. درسته؟ بله پاسپورت منو جعل کرد، یعنی یه پاسپورت فرانسوی برای من زده بودن، هم برای من هم برای همسرم و عکس خودمونه، اما مشخصات ما فقط اسممون هستش و اتفاقا من تصویر پاسپورت هم دارم و
میدونم چه مثلا چه مدلیه و اینا داده بودن به شرکت آمریکایی که آقا این دامه مال ماست، این اومده اینجا رو گرفته. حالا با این از این طریق صفحات اینستاگرام، فیسبوک کردید از این قضیه؟ بله الان وکیلم داره پیگیری میکنه تو لندن. عرضم به حضورتون که گذشت تا مثلا همون زمان حمله بود و اینا، خانم امین اومد تماس گرفت که من یک نفر میشناسم که این عضو موساد، یعنی اسرائیلیه و با موساد هم ارتباط داره و این میتونه به راحتی با یک دکمه سایت شما رو برگردونه، دامینای شما رو برگردونه. خب برای آدمی که اینجوری مستصله و سایتش رو حواس، زندگیش رو حواس و همه چیش بالاخره یه جایی که محل رجوع مردمه، من برام مورد استقبال بود که طبیعتا همچین کسی فرقی برام نداره، هر کسی میخواد کمک کنه مال هر جایی میخواد باشه ابایی ندارم که مثلا بگم چون آقا این حرفای جمهوری اسلامیه که نمیدونم این بده. شما خبرنگار حرفه‌ای هستی، خب اینجا سوال پیش میاد، شما خبرنگار حرفه‌ای هستی، یک مأمور موساد برای یه وبلاگ به شما وصل نمیشه. بنده اگر یه مأمور موساد بهم زنگ بزنه، من هم تو عادی هم جواب سلامشو نمیدم، قطعاً طرف چیزهای بیشتری میخواد و ارتباطات بیشتری میخواد بگیره. شما اینو پیش بینی نکردید؟ با توجه که شما حرفه‌ای هستی و آدمی هستی که کاملا با زوایای امنیتی و اطلاعاتی آشنایی داری و میدونی اون کسی که از اسرائیل داره مثلا یکی زنگ بزنه میخواد بخوره که شما رو، طرف از موساد مگه میخواد پشت تلفن بخورته، میخواد کمکت کنه. شما صفحه یوتیوب پریده رفته، یه نفر بهت زنگ میزنه میگه آقا 300,000 تا مثلا اینقدر هزار تا فالوور داشتی، یکی هست با یه جای آشنا با شرکت یوتیوب آشناس میخواد بزنه بیاد، حالا مأمور نمیدونم آمریکاست، مأمور مال هر کجا میخواد باشه. خب بی‌دلیل و بی‌منطق برای من کاری انجام نمیده که قطعا که نه قرار بود. خب من دلیلش رو نمیدونستم، من فکر میکردم انسان این میخواد اینا دارن رقصت میکنن یا حالا از جای دیگه دنیا اینجوری که ندا امین به من میگفت اینا میشناسن سایت تو، اینا میشناسن آمدی اون وای فلان بیساره، این میخواد کمک کنه. و منم توی شرایطی بودم که توی اون شرایطی که از هر طرف مورد حمله و هجومی آدم دیگه فکر نمیکنه که کی داره کجا چی کار میکنه. گفتم باشه بیاد کمک کن. اومد صحبت کرد، دیدیم یه روز 2 روز 3 روز 4 روز هی داره میگه آقا چی شد پس؟ مگه تو نمیگی من اینو برمیگردونم؟ مگه تو نمیگی من فلان میکنم؟ چرا بر نمیگردونی پس؟ مگه نمیگه؟ مگه این نگفته با یه دکمه فلان؟ تا دیگه کار رسید به این که آقا بیا سایتو ول کن، بیا تلویزیون بزن و بیا کمک میکنیم و فلان میکنیم. این آقا من یه تلفن آمریکا به من زنگ میزد، میسوزم آخه اونجا. ببین میسوزم اونجا. ببین الان همین یه دونه پیمان عارف یه لقبا رو انداختم به جون من، هی داره علیه من مطلب میزنه، الان سپاه آوردتش. نه با جور کار نداره، مثل تو این حفاظت و اینا رو رعایت نمیکنه. خب بالاخره تو توی خانواده‌ای بودی که تو از بچگی تو سیستم بودی، اون نبوده. من که حالا واردش نشدم. من الان جبهه‌ای که دارم باز میکنم یه جبهه رسانه‌ای 10 نفره دارم میارم که با این درگیر 10 نفر. یه خط مجازی، من نمیدونستم مجازیه، من فکر می‌کردم موبایله. یه خطی زنگ 201 بود که شماره‌اش هم هست، هنوزم دارم. 201 بود و نمیدونم بیا فلان بکنیم و من کمک بگیرم و یعنی عملاً داشته کاری میکرد که این بحث ادامه پیدا بکنه. ما رسیدیم به یه جایی که منبعی که توی نیرو قدس سپاه داشتیم یه دفعه به من خبر داد که همچین آدمی با تو ارتباط گرفته به اسم عاشر. گفتم آره. گفت این منبع خودمونه، منبع خود قدسه، سریع باش ارتباط تو قطع. یعنی عاشر مثلا باورم نمیشد قدس بوده با شما ارتباط گرفته؟ اصلا من باورم نمیشد. یعنی اگر هر کسی دیگه بجز منبع خبری خودم که داره روزانه داره به من خبر، اگر کسی به غیر از اون به من میگفت این منبع ماه و ازش فاصله بگیر، میگفتم داره حرف بی خودی میزنه. همون جوری که تا قبل از اونم ما از خانم امنی دفاع کرده بودیم، من خودم ایمیل داده بودم بهش واسه سازمان ملل که بالاخره اینو کمکش بکنن بیاد بیرون از این شرایط پناهجویی و اینا در بیاد، کمکش بشه بتونه منتقل بشه به جای دیگه. یه دفعه این که گفتیم مال منبع خودمونه و داره گزارشات داره میاد دست خود ما، یعنی گزارش حرفایی که داری میزنی باهاش سر نمیدونم سایت و سر فلان اینا همه داره میاد دست خودمون. تو چرا با این ارتباط گرفتی؟ شما چقدر به این منابع اعتماد دارید؟ من خیلی، من به همه منابع هم اندازه چشام اعتماد، به خاطر اینکه منابع هم همه رو با هم چک میکنم.
من اینجوری نیست که خبرم از این بگیرم بگم اوکی باشه این درست گفته، خبر از این میگیرم میدم به اون یکی خبر چک میکنه و موقعی که دو تا منبع تایید کرد گزارش ما خبرشو میزنیم دیگه. آقا این با این شد که ما ارتباطمون رو با این آدم قطع کردیم، چون تازه فهمیدیم که آقا این خود مأمور قدسه به اسم احمد رضا کریمی. ما هویتش رو زدیم، گزارشش رو زدیم که بعد یه ذره رفتیم جلوتر دیدیم وای اینا سایت زدن به اسم موساد MUSSAD mossad.government.gov.il. از این طریق دارن مهرش کار میکنن. چیه؟ شما از ایران اومدی بیرون تو یه جای کار میکردی، معمولا نظامیان خیلی دوست دارن که از ایران که میان بیرون با اسرائیل ارتباط بگیرن و اطلاعات خودشونو کارهایی که میکردن رو بدن به اسرائیل، اصلا بلندشان برن اسرائیل. چرا فکر میکنی معمولا نمیدونم، این یه روحیه عمومیه تو نظامی‌ها، خصوصا نظامیای سپاه. مثل شخصی به اسم امیر عباسپور دوست پسر ندا امین مثل خب شما موقعی که اختلافات پیش اومد چرا قضیه امیر عباسپور رو لو ندادید که ایشون دوست پسر ندا امین؟ من نمیدونستم اصلا. من امین عباسپور رو 2 روز پیش فهمیدم. 2 روز پیش ببین خیلیا بودن دوست پسر که من ببین خیلیا بودن که با این خانم ارتباط داشتن. خب اصلا اصل پروژه رو بهت بگم، بذار الان ممکنه خیلیامون گزارش رو نخونده باشن، خب خودت هم شاید حتما نخوندی. ببین آدم نظامی خصوصا تو سپاه، این توی سپاه به صورت یک تقریبا یک عمومیته. به خاطر همینم است که اسرائیل تو سپاه خیلی بیشتر جاسوس داره شکار میکنه، حتی در سطح سرداران سپاه که اینا خیلی هاشون ارتباط دارن با اسرائیل. یه سریاشون رو گرفتن، یه سری طرف میومد بیرون میرفت آذربایجان، میرفت ارمنستان، میومد ترکیه، میرفت امارات، یا حتی از تو خود ایران سرچ میکرد سایت موساد میومد بالا، یه سایت میومد بالا. این سایت چیه؟ نیرو قدس درست کرد. اصلا موساد سایت رسمی نداره. موساد تو این سرچ هایی که من زدم سایت نداره. CIA داره، نمیدونم جاهای دیگه دارم، موساد نداره. خب طرف میگه آقا من فلانی هستم، فکر میکرد سایت موساده، من فلانی هستم و دارم برای مثلا فلانجا کار میکنم، دوست دارم از ایران بیام بیرون، یه سری اطلاعاتی دارم میخوام بدم به اسرائیل، شما منو به عنوان پناهجو پناهنده قبول بکنین تا من بیام اونجا این اطلاعاتو بدم. سایت مال موساد. کی پشتش نشسته؟ آشر چی هویتش؟ احمد رضا کریمی. خب ببین خیلی از آدمایی که توی این تور افتادن، من الان به جرئت میتونم بهت بگم 100 نفر از آدمای سرشناس، از آدمای اسم و رسمدار، کسایی که میشینن تو تلویزیونا حرف میزنن، اینا توی این تور افتادن. منتها به 2 تا دلیل حرف نزدن. یک این که این خانم رو دیده بودن و گاف داشتن باش، ندامی ترسیدن گافشون رو بشه. چه گافی مثلا؟ بالاخره رابطه شخصی داشته این خانم با 100 نفر. منظور سکسه؟ من دیگه وارد نمیشم. روابط شخصی داشته با آدما، نمیخوام راجع به منم ربطی نداره، حریم خصوصیشون رو میتونم 100 تا کارم بکنم، به منم ارتباطی نداره که چیکار کرد. ولی میدونم که یا گاف داشتن یا ترسیدن که توی این پروژه بیان و گندش در بیاد که با آشر حرف زدم. من یکی چون گاف نداشتم خیلی راحت اومدم پروژه رو منتشر کنم. چیکار می‌کنید شما از جزئیات میگید انگار با اینا نون شب می‌خورید، با هم میشینید؟ نه خب من گزارش من رفتم تو حفاظت پرسنلی، من رفتم تو حفاظت پرسنلی سپاه، اسم و زندگی طرفو درآوردیم. منابع داریم ما، آخه الکی که حرف نمیزنیم که. درسته. رفتیم تو حفاظت پرسنلی سپاه که هیچ کس نمیتونه بره اونجا، پرونده پرسنلیشو درآوردیم، زندگی نامه‌شو درآوردیم. آقا این چی هست چند سال تو لبنان بوده، چند سال اونجا داشته واسه نیرو قدس حرف میزده، چند تا زبون بلده، چند تا چی بلده، همه اینا تو گزارش هست. چیزی که مشخصه و از صداهای آقای آشرمان متوجه میشیم این آدم خوب نمیتونه فارسی صحبت بکنه. و چرا؟ صدای کاملش هم دارم من. هنوز منتشر نکردیم، گذاشتیم حالا یه ذره فاصله بیفته، چون من آدم هیجانی نیستم. یعنی اینا منو میزنن هیجانی کنن، من اصلا هیجانی نیستم. من سر فرصت قشنگ پروژه رو میارم، خیلی خوشگل میارم بالا، چون اعتقاد دارم زمین بازی رو من باید پهن کنم. تو زمینی که برای من پهن بشه من بازی نمیکنم.
یا سکوت میکنم رد بشه هیجانش بخواد زمین رو من تعیین میکنم من باز میکنم. خب میاد چیکار میکنه طرف؟ آقای فردی با سایت موساد تماس گرفتی الان گفتی آقا من تو سپاهم و میخوام یه سری اطلاعات بدم به تو فلان کشورم هستم یا تو ایرانم. تو ایران باشی که کارت زاره چون حفاظت میخواد بود، یعنی گزارشت میره حفاظت میگیرنت زیر نظر، آشر میاد باید ارتباط میگیره، حتی باید قرار میذاره، همه این کارا رو میکنه، ترغیبت میکنه که از مرز بیای بیرون که بیای ترکیه. لب مرز ترکیه وزارت چیز میریزه میگیره خود اطلاعات سپاه اونجا میریزه لب مرز. خیلی حرفه‌ای تر از این حرفاست. هیچ وقت اجازه نمیده که به همین راحتی یه دامین یه وبسایت به اسمش بیاد بالا و الان اینکه شما دارید اینقدر روی این قضیه رو باز میکنید خب خودشون یعنی این قضیه رو نمیدونن، خودشون بیانیه‌ای ندادن. شما همین الان جلوی من رو همین دامین الان سرچ بزن، همین الان جلوی من سرچ بزن. دامین تا قبل از اینکه ما خبر رو بریم بالا بوده ولی الان نیست، 9 ماه دامین نیست، روش چیزی نیست، سایت اومده پایین. خیلی واضحه. ببین همه اینا قابله. وقتی من دارم میگم موساد MUSSS نمیدونم فلان .government.il هر کسی که داره اینو میشنوه میتونه الان سرچ بزنه، کاری نداره که. یعنی شما با این حرف میگید که هنوز که هنوز ندا امین با سپاه در ارتباطه؟ خب میرفت تماس میگرفت، مصاحبه میگرفت، در کنار مصاحبه یه سری ارتباطات خصوصی هم با طرف برقرار میکنه. نمیگم ارتباط خصوصی صرفا حالا ذهنمون بره روی چیز، نه، یه قراری میذاشتن با هم دیگه، کافی میخوردن، چایی میخوردن، ممکنه حالا تو خونه هم میرفتن میومدن. واقعا گناه کسی رو نمیخوام نشونم که حالا اتفاقی افتاده یا نیفتاده، به من هیچ ارتباطی نداره، منتها اطلاعاتی رو که دارم و جامعه نداره رو میخوام بدم. خب میرفتن تو این. بعد از یه مدت خب مثلا راجع به بهزاد بهرامی چه اتفاقی افتاد؟ راجع به بهزاد بهرامی وقتی مصاحبه کردن باهاش و مصاحبهش تو تایمز اسرائیل فکر کنم منتشر شد یا نشد، نمیدونم مثلا چه اتفاقی افتاد، اومدن گفتن که خب ما مثلا اسناد مدارک تو بده ببینیم چی داری هستن تو. من چتاشون رو دارم همه رو، مثلا 200 صفحه چت دارم ازشون. از کی؟ از همین آقای بهزاد بهرامی با آشر، با فردی که هویت یک افسر اسرائیلی رو دزدیده که این افسر اسرائیلی 3-4 سال قبل توی درگیری تو جنوب لبنان با حزب الله کشته شده. از کجا؟ با فرد با یکی از افرادی که با اینا ارتباط گرفته بود توی ایران یا با نه با همین آشر با اینا ارتباط گرفته بود، وسط صحبتاش شک کرده بود که این خودش مثلا میگفت میتونی میزنی منو چک کن. این وسط حرفایی که داشتن میزنن به یه صحبتی شده بود، این شک کرده بود. یکی از دوستاش تو خارج از کشور تو سوئد بوده مسکن، قضیه رو برای اون تعریف میکنه. اون دوستش که تو سوئد بوده با سفارت اسرائیل مکاتبه میکنه تو سوئد، میگه یکی از دوستان من توی ایران که توی یه پست حساسی هم داره یه آدمی به اسم آشر که توی موساد هست و میگه مسئول میز ایرانم توی موساد، با این دوست من ارتباط گرفته، آیا شما همچین هویتی دارین توی موساد؟ یا سفارت اسرائیل خیلی شیک بهش ایمیل میزنه، بعد از چند روز چک میکنن بهش ایمیل میزنه که نه ما اصلا همچین آشر هویت یک افسر موساد بوده که 4 سال قبل کشته شده توی درگیری جنوب لبنان. آقای روح الله زم اینجا سوال پیش میاد، اسرائیل من یه ایمیل بهش بزنم همین راحتی میگه آره این فلانی کشته شما همین الان ایمیل بزنین جواب میگیره. به موساد ایمیل بزنم جواب میگیرم؟ نه موساد نه، زنگ سفارت اسرائیل تو محل یعنی سفارت اسرائیل من اسم و فامیل بدم مشخصات میده؟ اصلا شما بگو آقا یه همچین آدمی با من ارتباط گرفته، من میخوام چک کنم ببینم مال شما هست یا نه. همین الان اسم و فامیل من شما به سفارت کشوری که من در اون نشستم یا اسم و فامیل شما رو به سفارت کشوری که در اون نشستی بدیم یک کلمه نمیده بیرون. چرا یک کلمه نمیده؟ شما میگی آقا یکی اسم موساد با من ارتباط گرفته، من یه خبرنگارم، من یه آدمیم اینجا دارم کار میکنم، یک آدمی با این هویت به نام سازمان امنیتی شما با من ارتباط گرفته، این هم تلفنشه، این هم مشخصاتشه، با این شماره به من زنگ میزنه، شما این هویت رو تایید میکنید یا نه؟ همه جای دنیا این کارو میکنه، چرا نمیکنه؟
من فکر نمی‌کنم سفارت به همین راحتی بخواد شما استعلام بده. اشکال نداره شما تحقیق کنین، ولی به این شرط که اگر که سفارت جواب داد بیاین توی یکی از برنامه‌هاتون بگید و به منم اطلاع من ایمیلشو میزنم برای شما میفرستم. آره که این کارو کردم. من شماره عاشق رو هم دارم اتفاقا. آره. خیلی خوب. یه زنگ بزنید جوابشو بدین بقیه هم بدونن دیگه. خب میاد با یه هویتی هم به اسم شارلین احسانی. شارلین احسانی یکی از تو فیسبوک که این شارلین احسانی هم گویا بر اساس اون عکسایی که منتشر کرده و رو فیسبوک بوده، این شارلین احسانی هم جزء ارتش اسرائیل بوده و کشته شده، توی یه درگیری کشته شده یه جایی. خب که وسطش که اینو با هم صحبت میکردن، مثلا بهزاد بهرامی چتاشو برای من فرستاده، همه رو اسکرین شاتاشو رو وایبر، روی نمیدونم جای دیگه که با هم حرف زدن و اینا. گفته که آره مثلا اینجا من الان نیستم و اینا، با شارلین صحبت کن. شارلین مثلا اومده کد داده بی 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 مثلا نمیدونم فلان از این چیزایی، مثلا به عبری نوشتن و نمیدونم چی و اینا، مثلا فیلمایی که پروتکلای موساد رو که بعدش کپی کردن و اینا رو همه رو باش اجرا کردن. طرف هم میگه خب این داره عبری مینویسه واسه من، داره فلان میکنه، داره کد فلان جا رو میده، حتما یه چیزی هست دیگه. خب مثلا بهزاد بهرامی این اتفاق افتاد که بهش گفتن آدرس خونه‌تو بده، ما میخوایم برات توصیه نامه بدیم از دولت اسرائیل، یه توصیه نامه بدیم به UN، تو برداری اینو ببر برای UN و اونجا قبولی تو میگیری و سریع منتقلت میکنن به یک کشور. بهزاد بهرامی آدرس خونه‌ش رو میده، 2 روز بعد 2 تا ماشین سیاه جلو در خونه‌ش بهش تیراندازی میکنن که حالا با 1000 تا حالا شانس و فلان و اینا در میره. خیلی از آدمان بودن که مشکل معلوم 2 نفر کرد میشناسم تو ترکیه که صدای مکالمه‌شون رو با آشر برای من فرستادن. درسته؟ منتها ولی میترسن، الان میگن آقا ما الان تو ترکیه اینو الان منتشر نکنیم، بذاریم ما منتقل بشیم بعد. یک شاعری هستش که تو این تور افتاده. خب اینا میمدن قرار میذاشتن یا میزدن، بسته به اهمیت به طرف دیگه، بسته به اهمیت اطلاعاتی که داشت و اینا قبلا ازش میگرفتن اطلاعاتشو، یا میزدن یا ربایشش میکرد. گذشت، ما اینو فهمیده بودیم، ما 5-6 ماه بود اینو میدونستم. هیچ دنبال اینم نبودم که بخوام حالا بالاخره این حواشی رو برای خودم درست بکنم، چون میدونستم طبیعتا حواشی داره. گذشت تا یه 5-6 ماهی که گذشت، این 1-2 تا از این منابع ما تو داخل خبر دادن که تو قدس هم بودن، تو سپاه اطلاعات سپاه بودن و اینا، گفتن رول این داره خیلی داره قربونی میگیره و این پروژه‌ایه که قدس اطلاعات قدس داره 5 ساله داره با این داره قربانی میگیره. هیچ کس هم جرئت نکرده این پروژه رو بسوزونه، چون یا زدنش یا دزدیدنش. موقعی فهمیده که یا مرده یا تو زندان بوده بردنش اینا. و هیچ کس هم نداریم که این پروژه رو افشا بکنه. من 10 نفر شاهد دارم که این 10 نفر رو میکشونم بیرون میبرم دادگاه و اینا تمام باید تو دادگاه توضیح بدن قربونی شدن. گذشت این پروژه رو ما زدیم 1 ساعت بعد بعد زمانی که پابلیش شد ندا امین به من زد. من نمیدونستم ندا امین، دیدم یه شماره از اسپانیا افتاد فراد اسپاین، برداشتم جواب دادم. گفت برای چی اینو منتشر کردی؟ گفتم برای چی همینجوری برای چی منتشر نکنم؟ گفت این برات خیلی گرون تموم میشه. گفتم برو هر کاری دوست داری برو بکن، هر کاری از دستت برمیاد برو بکن. رفت کرد من پدرتو در میارم، من فلان میکنم، من بیسار میکنم. 1 هفته بعد یه دفعه دیدیم فایلای صوتی من در اومد، فایل صوتی که مثلا علی جوانمردی هم این کارو کردن دیگه. علی جوانمردی اومدن فایلش رو من شماره نظامی رو دارم چک میکنم، کد اسرائیل هست 2097 شمارش. یه تلفن مجازی به من زنگ زده بود که اسپانیا افتاد، نمیدونم اون چه تلفنی. یعنی چون دعوای اسپانیا بود من جواب دادم، گفتم حتما کسی از دوستام اونجاست از اسپانیا داره. خودتون نزدیک اسپانیایی فکر میکنم. اصلا موضوعت که گذشت تا این خانم زنگ زد منو تهدید کرد که فلان میکنم، گفتم بکن. 1 هفته بعد دیدیم فایل صوتی مقطع و بریده شده که جاهای مختلف به هم چسبیده شده بود، مثلا به طور مشخص که مثلا نگاه نکن من تو آمریکا کسی رو ندارم ولی دارم با سیا کار میکنم.
مگه مثلا من دارم با CIA کار میکنم، یعنی تو آمریکا کسی رو ندارم؟ هیچ حرف مزخرفی. یعنی فایلا رو من چسبونده بودن به هم دیگه که یه جوری ثابت کنن که من دارم با موساد کار میکنم. اون موقع هم اومد نیوز توی رأس هماهنگی تظاهرات مردمی تو ایران بود و اینا میخواستن تظاهرات رو مرتبط بکنن با اسرائیل، بگن این داره از اسرائیل دارن آدمای داخل خط میگیرن. یه پروژه امنیتی بود خب که آدمایی رو که میگیرن واسه کنن به اسرائیل. که خامنه‌ای هم گفت دیگه، گفت اینا موساد بوده و نمیدونم CIA بوده و یک کشور خلق مجاهدین خلق رو ایشون بیشتر مثال زده بود. خود آقای خامنه‌ای تو سخنرانی که کرده بود بحث مجاهدین خلق رو هم به میون آورده. مجاهدین خلق بود و موساد. این شایبه هم اینجا ایجاد میشه آقای زم، با توجه به اینکه شما 700-800 کیلومتر با پاریس فاصله دارید و 2-3 ساعت حداقل با ماشین شما خیلی راحت میتونید به پاریس برسید با توجه به جایی که زندگی میکنید. این شایبه وجود اومده بود که شما ارتباط گرفتید با افرادی که توی مجاهدین خلق هستن و کاری نداره. همین که ببین اینا همه مشخصه. من الان همینجا اعلام میکنم من اگه با هر کسی از اعضای سازمان مجاهدین خلق ارتباط دارم، مثلا بیاد تو همین برنامه بگه با من ارتباط داره و به چه شکلی با من ارتباط داشته و چه چیزایی رد و بدل شده. من حسابم پاکه. یعنی اصلا هر چیزی که شهابی با شما ارتباط نداشتید؟ کی؟ آقای سعید شهابی عضو مجاهدین خلق. روزنامه‌نگار چیه؟ عضو مجاهدین خلقه. نه اصلا نمیشه. آقای مهراد راد. مهراد راد؟ بله. نه نمیشه. این با این دوتا شما اصلا ارتباط نداشتید؟ نه. خبراشون رو ولی آمد نیوز کار کرده. چی هست خبراشون چی بوده؟ کار کنه. آمد نیوز از سروش تا گوگوش کار میکنه. نه به حال گفت چون خبرها اینا منابع داده بودن گفتم شاید شما منابعتون رو چی بوده خبراشون چی بوده مشخص. یعنی تکذیب میکنید دیگه کلا. نه چی هست مشخص بگید چیه خبر. یه موقع است مثلا یارو خبر داده لیست 30 نفر امضا کردن اسم اینم توش بوده. ما چه میدونیم؟ نمیتونیم بریم زندگی طرفو در بیاریم ببینیم این به کجا وصل زیر این نامه رو امضا کرده یا نکرده. درست. چی هست باید ببینیم مشخص چی بوده. و حالا من نمیدونم الان اصلا تو ذهنم نیست اصلا این. حالا بعد از این میرم سرچ میزنم ببینم اصلا من اصلا کار شده بودم چون اومده بیرون و آقای سعید شهابی آقای مهراد راد. پس شما کلا ارتباط با مجاهدین خلق رو تکذیب میکنید؟ من اصلا یک خط قرمزام مجاهدین خلق. پدر خودم رو مجاهدین خلق داشت ترور میکرد. یک نشریه داشتم به اسم نشریه مجاهد که بالاش زده بودن عکس پدر من انداخته بودن اینجا که اینو هر جا دیدین بزنیش. مجاهدین پدر خود من. پس این که خبر رسیده بود شما داخل کافه کاردینال با آقای طباطبایی جلسه گذاشتید عضو اصلی مجاهدین خلق، این شما تایید میکنید؟ بابا اینا داستانه که ملاقاتی اشکال کافه کاردینال عکس انداخته. خب تو که اینقدر اطلاعات داری تا سردرش میای چرا توش اینا چیزایی که هست من مطالعه کردم. خنده شما خودش جواب سوال من هستش و اینکه شما تکذیب بابا عکس انداختن از من تو پاریس رو برو نگاه کن خبرگزاری فارس 400 تا عکس زده. عکس انداخته از من. خب مثلا نمیدونم این خونش توی فلان جا. نه من خودم تایید نمی‌کنم آقای. من اینجا موضوع مشخص کنم. این که مثلا میان انگ نمیدونم مسائل جنسی به شما میزنن ایشون مشکل اخلاقی داشته، من خودم اینجا شخصا تکذیب می‌کنم. اینا تفاوتی هست که بعضی افراد می‌زنن. ببین تو نظامی که خود آقای خامنه‌ای تو همون منصوری بوده و در و دیوار همون منصوری الان داره شهادت میده که این انگا به کسی نمیچسبه. درسته. خب ما میگه انحراف جنسی داری. چه انحراف جنسی داری؟ چه جوری؟ یعنی یه جوری ثابت شما از بیخوبون ارتباط با مجاهدین خلق رد میکنید. اصلا من خط قرمزم مجاهدین. خب اون سوال من هنوز جواب ندادید. ارتباط ندا امین با سازمان سپاه قدس یا بهتر بگم اطلاعات سپاه یا ساس کلا اینا سوالاتی که وسط صحبته که رسید به اینجا که یه هفته بعد از اون تهدید یه دفعه فایلی منتشر شد که اینا به هم چسبیده بود. خب کاملا مشخص بود برای من که مشخص بود، من میدونستم. ولی یه سوال اساسی من از ایشون کردم، گفتم دو تا حالت. همین الانم همون سوالو تکرار میکنم. دو تا حالت. یا من با موساد دارم همکاری میکنم یا همکاری نمیکنم. دو تا حالت که بیشتر نداره که. درسته. خب اگر با موساد دارم همکاری میکنم و در تماسم، به چه اجازه یک افسر موساد اومده متن مکالمات من رو گذاشته در اختیار تو فایل صوتی مکالمات درسته. و نگفته داره ضبط میکنه؟
درسته. ببین ندا امین از من یک فایل صوتی دیگه داده که با من داره مکالمه تلفنی میکنه بدون اجازه من اون مکالمه. مگه یادتون باشه مکالمه صوتی با شما کردم ازتون اجازه گرفتم. یادتون هست که آره من خودم اجازه میگیرم از کسی میخوام ضبط بکنم میگم اجازه بده میخوام صدا تو ضبط بکنم. این فایل ضبط شده، پس این نشون میده اینا کنار هم بودن که مکالمه من با اون آدم هم داشته ضبط میشد. اون ضبط کرده. اون آدم ببین عاشر دیگه. دو سه تا حالت که بیشتر نداره. یا عاشر پیش ندا امین بوده با اون حرف زدم این صدا منو ضبط کرده، یا عاشر مأمور موساده که اول سوال اساسی اینه که اصلا تو کجای دنیا یک مأمور امنیتی که با کسی حرف میزنه فایل صوتیشو میذاره در اختیار یه آدمی که حالا مثلا میگه من خبرنگارم یا حالا ادعای خبرنگاری داره. سوم این که مهمترین قضیه است اینه که اگر من مأمور موساد نیستم این فایل صوتی چجوری دست تو رسید خاک اسپین؟ دو سه تا سوال واضحه دیگه. من الان سعی میکنم که با توجه به اینکه همین الان هم داریم با هم صحبت میکنیم بتونم ندا امین رو بگیرم، بتونیم بریم رو خط. نمیدونم تا حالا باشون تماس نگرفتم، اما ببینیم که ایشونو میتونیم بریم رو خط یا نه. اگه شما اجازه داشته باشید بدید. من همین الان تماس میگیرم. ایشون خیلی جیغ میکنه و اینا، بعد اول شرط بزنید که جیغ نزن. امیدوارم جواب بدم، به صورت مستقیم دارم ایشون رو میگیرم. سلام. الو. سلام خانم ندا امین. شما خوب هستید؟ بنده فردین هستم، خبرنگار برنامه پشت پرده. در حال حاضر دارم مصاحبه زنده با آقای روح الله زم میگیرم. آقای روح الله زم، صدای شما رو دارم میشنوم و شما میتونید صدای ایشون رو بشنوید. ایشون ادعایی کردن که شما با سازمان اطلاعات سپاه ایران در ارتباط هستید. میخواستم که شما یه توضیح راجع به این قضیه بدید که آیا تایید میکنید این قضیه رو یا تکذیب با توجه به اون فایل صوتی که از آقای عاشر به بیرون اومده. خواستم یه توضیح بدید راجع به این قضیه. گفتید از چه برنامه‌ای؟ برنامه پشت پرده. چه شبکه‌ای؟ کانال یوتیوبی ما داریم و یک شبکه تلویزیونی اینترنتی در یک کشور اروپایی، در کشور آلمان. اول اینکه این مسئله رو قطعاً تکذیب میکنم، چنانچه خود شینبت سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل طی مصاحبه با تایمز اسرائیل که من روی این رسانه کار میکنم، طی مصاحبه با سردبیر تایمز اسرائیل خودش قویاً تاکید کرد، شینبت قویاً تاکید کرد که تمام مسائل منو چک کرده و همچین چیزی وجود نداشته و من هیچ جرمی و هیچ مسئله‌ای نداشتم. این یک. شما میتونید کجای مصاحبه منتشر شده؟ به انگلیسی و به فارسی بخونید. فیسبوک هم گذاشتم. چه تاریخی منتشر شده؟ صدا شما رو دارم میشنوم آقای روح الله زم و دارم ازشون سوال می‌پرسم که اهمیتی نداره که ایشون صدای منو میشنون یا نه، من دارم برای شما میگم. بله. مقامات اطلاعاتی سازمان اطلاعات داخلی اسرائیل شینبت این رو طی مصاحبه با سردبیر تایمز اسرائیل اذعان داشتند و گفتند که هیچ پرونده‌ای بسته نشده، چون هیچ پرونده‌ای باز نشده در خصوص ندا امین، چرا که هیچ جرمی شامل حال ایشون نبوده و ما همه چیز رو بررسی کردیم و تنها یک گزارش دروغ بوده. شما میتونید برید منبع موثق هست در تایمز اسرائیل هم به زبان انگلیسی هم به زبان فارسی و نگاه کنید. مسئله دوم این که اگر من جرمی داشتم، چون این جرمی در اسرائیل که یک دولتیه که جمهوری اسلامی رو یک دولت متخاصم میدونه، چون این جرمی در اسرائیل اصلا ابدا قابل تایید و قابل رد شدن ازش نیست، که اگر من چنین جرمی داشتم به این راحتی برای خودم زندگیمو نمی‌کردم، آزاد نمی‌چرخیدم، تو تعرض شبکه‌های مختلف تلویزیونی اسرائیل نبودم، رو خبرگزاری‌های به نام اسرائیل کار نمی‌کردم. خب اینم از شواهد زندگی من. آقای خانم ندا امین، یه بحثی که اینجا وجود هست، آقای روح الله زم ادعا میکنن که شما با افراد زیادی مثل آقای بهزاد بهرایی، مثل آقای امیر عباسپور که چند روز پیش هم مثل این که با شما ایشون صحبت کرده بودن، ارتباطات نامشروع به زبان فارسی یا ارتباطات حالا من گفتم ارتباطات خصوصی بوده، به منم هیچ ارتباطی نداره. ارتباطات خصوصی داشتید و این افراد در ارتباط خصوصی بین اینها و
بین من با اینها وجود نداره. من فقط با اینها مصاحبه کردم که کارم به عنوان یک روزنامه‌نگار هم. یعنی با آقای امیر عباسپور شما هیچ ارتباطی نداشتید؟ نه، فقط این کار من به عنوان یک روزنامه‌نگار بود. با ایشون مصاحبه کردم. ایشون می‌خواستن مصاحبه بکنن با یک رسانه در خصوص افشاگری برای در مورد سپاه پاسدار. من با ایشون مصاحبه کردم. یک سری مشکلات توی ترکیه داشتن که به عنوان یک ایرانی که بلد نبودن قوانین اونجا رو راهنماییشون کردم. همین. بعد اینشون آقای زن میگن که شما تورهای امنیتی اطلاعاتی پهن می‌کردید برای این افراد و شما افرادی که می‌خواستن، افراد امنیتی به خصوص سپاهی که می‌خواستن با موساد در ارتباط باشن، شما اونها رو یک تومه می‌کردید که بدونید از اونها سوء استفاده بکنید یا از اونها رو به سپاه پاسداران برگردونید. دو مسئله. اول اینکه اگر همچین چیزی بس تایمز اسرائیل هیچی نمیاد. مثلا زندان و مشکلی براشون به وجود نیامده. الان از وضعیت امیر عباسپور خبر دارید شما کجا هستن؟ این یک. مسئله دوم این که چطور سیستم اطلاعاتی اسرائیل به تمام اینها رو چک کرده و دیده که من هیچ جرمی هیچ مشکلی ندارم و دارم اینجا زندگی خبر رو کجا کرده بودم. خبر نیست که به آقای روح لازم میگه من سرچ کردم خبر تو تایمز اسرائیل نیست این قضیه. اسرائیل هست و رو فیسبوک من هم هست. من اگر باشه روی ویدیو شما بعد از اینکه منتشر شد میذارم که شما مصاحبه کردید. الان شما از وضعیت امیر عباسپور خبر دارید؟ کجا هستن؟ ایشون چند روز پیش با من تماس گرفتن، گفتن که نمیدونم حالا راست و دروغش رو نمیدونم. از من کمک خواستن، گفتن که از ترکیه مجبور شدن خارج بشن. دولت ترکیه بهشون ردشون کرده، پناهندگیشون رو رد کردن، استیناف خوردن و ازم به حضورتون که دولت ترکیه ردشون کرده و مجبور شدن از ترکیه خارج بشن برن یک کشور دیگه که من به عنوان یک خبرنگار اجازه این رو ندارم که بگم که حالا کدوم کشور رفتن و از من درخواست کمک کردن که من گفتم من نمیتونم حقیقتا کاری برای. شما اسم عاشر رو برای ایشون نیاوردید که با عاشر تماس بگیره؟ عاشر در تماس با عباسپور. خانم امین، شما اسم عاشر رو نیاوردید که به آقای امیر عباسپور ارتباط بگیره؟ نه، اون خودش از من خواست. خودش خواست که با عاشر تماس بگیره. شما بهشون پیشنهادی ندادید برای اینکه راجع به این فایل صوتی پرسید چجوری رسید دستشون؟ اگه مأمور موساد با من صحبت کرده چطوری فایل صوتی منو داده؟ و ایشون از من خواستم من با یک نفر از سیستم‌های اطلاعاتی اسرائیل کانکتشون بکنم که منم کانکتشون کردم. گفتم من فقط کانکت می‌کنم. کی رو کانکت کردید با آقای عباسپور؟ کی رو کانکت کردید با آقای عباسپور؟ همین عاشر رو. بعد این فایل صوتی که منتشر شد چجور به دست شما رسید خانم ندامی؟ از اطلاعات برون مرزی اسرائیل به نام موساد. درسته. آقای روح الله زم شما شنیدید صحبت‌های خانم امین رو؟ چه توضیح بدید؟ نه من نمیدونم کجای دنیا شما با مأمور اطلاعاتی حرف میزنید فایل صوتی رو میدن دست خبرنگار. یک جای دنیا رو به من بگید. شما خودتون آقای روح الله زم با افراد اجازه بدید خانم امین اجازه بدید. شما ارتباطات خوبی با سیستم اطلاعاتی یک کشوری داشته باشید قطعا براشون هر کاری میکنن و ارزش من برای سازمان‌های یک نمونه بدید. انقدر هست، همچنان هم انقدر براشون ارزشمند هستم که هر کاری که بخوام برای من انجام میدن. چه برسه به فایل صدای شما که ارزشی نداشتیش براشون. خب آقای روح الله زم بعد یه سوال از شما دارم. شما فقط یه آدم اطلاعات فروش بودی. شما فقط یه آدمی بودی که می‌خواستی اطلاعات بفروشی. اگر یادتون باشه جناب روح الله زم، اگر یادتون باشه من شما رو فقط کانکت کردم برای اینکه سایتتون رو بخواستم بهت کمک بکنم. من می‌خواستم بهت کمک بکنم برای که سایتتو برگردونی. شما هدایت شده یه مأمور قدس رو گذاشتی تو دامن من. اطلاعات بفروشی به اون سازمان برداشتون بهره. هدایت شده مأمور قدس رو گذاشتی تو دامن من. حالا اینا ان شاءالله تو دادگاه مشخص میشه. تو
اینا همه سنده دیگه، اینا همه سنده که اینجا داره ضبط میشه و شما داری میگی من ارتباطم با موساد خیلی خوبه و این سازمان برای من همه کاری انجام میده، اینا رو میبریم بالاخره اجازه بدید یکی موساد با چه ارتباطی. یاد بگیرید اول گوش کنید حرف رو بعد حرف بزنید. این یکی از آداب معاشرته که من نمیدونم شما اندازه خودتون صحبت کنید، من حد و اندازم به شما نیست. الانم آقای فردین نگفته بود که شما قراره بیایی رو خط. اگه من میدونستم شما هستی هیچ وقت شغل خودم رو پایین نمی آوردم با یه آدم دوزاری صحبت کنم. آقای فردین من اگر میخواید ادامه بدین که من در حد چند آدم ها یکی که باید داریم بیاریم دیگه. خود چیه؟ نصف ترکیه رو آباد کرده. انشالله توی دادگاهی در انگلیس انشالله شما جواب. خانم امین من از شما میخوام یه وقت مصاحبه بگیرم با شما جدا صحبت بکنم اگه اشکال نداشته باشه. در یک مصاحبه اسکایپ یه وقتی میگیرم با شما یک مصاحبه اسکایپی انجام بدم اگه اشکالی نداشته. مصاحبه در چه مورد انجام بدم؟ این همه من در مورد ایشون مصاحبه‌ام رو انجام دادم و نه در خصوص بعضی از شایعه‌هایی که وجود داره در خصوص ارتباط شما با آقای عباسپور و اینکه شما ایشون رو هدایت کردید به سمت آقای هاشمی یا نه. به هر حال اگه دوست داشتید میتونید نه من هدایتشون نکردم، از خودشون هم سوال بکنم. خودشون خواستن که کانکت بشن با یه سیستم اطلاعاتی تو اسرائیل که من کانکتشون کردم. بسیار عالی. دست شما در نکنه خانم امین. ممنونم. و اگر هم مشکلی داشتن اسرائیل اگر این آقای آشر از سازمان اطلاعاتی موساد که آقای هم توهم میزنن از سیستم اطلاعاتی چرا سایت موساد بعد از انتشار خبر اومد پایین؟ مگه سایت یک سازمان اطلاعاتی معتبر نبود؟ چرا سایتش بعد از انتشار خبر حذف شد؟ تفاوت نیروی قدس با وزارت اطلاعات رو بعد بیان ادعای کذب بکنن. ممنونم خانم امین مرسی. اگر آقای عباسپور مشکلی داشتند با سیستم اطلاعاتی موساد همین چند روز پیش با من تماس نمی‌گرفتن از من کمک می‌خوام که پس شما عملا ارتباط خودتون رو که با ایشون دوستی داشتید از منم درخواست کمک چه ارتباطی با ایشون نداشتم. صرفاً ایشون دوست دختر شما دوست دختر آقای عباسپور بودید و باهاش ارتباط خصوصی داشتید. دروغ نگید. اینترنت شما میتونید سرچ بکنید پیدا بکنید. بله دیدم مصاحبتون رو با ایشون دیدم. بله واتساپ دارم. ممنون میشم. من روی واتساپ هم خبر تایمز رو براتون میفرستم. مصاحبه شیبه شما با آقای احمدرضا خسروی رابطه خصوصی برقرار کردید. رو براتون میفرستم. مصاحبه کردم با ایشون در حضور ایشون به شدت ترسیده بودم و فکر می‌کردن که جمهوری اسلامی می‌خواد توی ترکیه بهشون آسیب برسونه. من به عنوان یک ایرانی بدون در نظر گرفتن اینکه ایشون چیکاره بودن چیکاره نبودن، به عنوان یک ایرانی که توی یه قربت یک ایرانی رو داره می‌بینه که مستعصر مونده، قوانین اونجا رو فقط راه و کار قوانین اونجا رو فقط یادشون دادم و نشونشون دادم. بسیار عالی. ایشون اعتماد کامل داشتن. ممنونم خانم امین. مرسی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. ممنونم. من با اجازهتون صدای شما و جوابی شما رو هم منتشر میکنم. خواهش میکنم. ممنونم. مرسی از لطفتون. خداحافظ. خب آقای روح زنبندی یه تماسی هم با آقای امیر عباسپور مشخص شد، ثبت شد که این فایل از سیستم اطلاعاتی اسرائیل. ایشون میگه من با موساد رابطه خوبی دارم و این فایل هم از این سیستم رسیده. خب من یه صحبتی با آقای امیر عباسپور هم بیارم روی خط که ایشون ادعا کردن که فقط رابطه چیزی داشتن. آقای عباسپور دیروز بیام همین الان باش صحبت. نیم ساعت پیش باش صحبت. خب به حال شما خانم امین. ایشون به ما سلام. سلام آقای عباسپور خوب هستین شما؟ سلامتی؟ بنده همین الان با خانم ندا امین داشتم صحبت می‌کردم تلفنی. ایشون کاملا ارتباطات دوستی با شما رو رد کرد. گفت بنده فقط با ایشون یه رابطه خبرنگاری داشتم. شما اینو تایید می‌کنید یا تکذیب بردارید؟ نه تکذیب. یعنی چه رابطه‌ای با ایشون داشتی؟ یه مدت با ما خوب رابطه داشتن. چه رابطه‌ای؟ دوست دخترم. بعد رابطه به منظورم اینه که رابطه نزدیک با هم داشتید دیگه، درسته؟ منظور خیلی راحت سکس داشتید با ایشون؟ بله. بسیار عالی. ایشون هم کلا همه اینا رو رد کرده بودن و میگفتن که من فقط ایشون یه آدم درخواست کمک کرده بوده از خانم امین چند روز پیش. شما درخواست کمک کرده بودی از خانم امین چند روز پیش؟
بعد یه سوال دیگه، ایشون به شما گفت با آقای آشر تماس بگیرید یا خودتون خودسر می‌خواستید با آقای آشر هم صحبت بکنید یا ایشون هماهنگی‌ها رو با آقای آشر انجام داد؟ نه هماهنگی ما یه بار دیگه صداتون قطع و وصل، یه بار دیگه میگید لطفاً. ایشون خودش هماهنگی رو با آشر انجام داد. به من برگشت گفتش که ماس به باش یک بار دیگه اگه بگید صداتون قطع و وصل شد، من درست نمیتونم بفهمم. یه بار دیگه میگید. به من برگشت گفتش که من با آشر هماهنگ میکنم که آشر با شما تماس بگیره یا شما با آشر تماس بگیرین که کارتون هماهنگ کنه که شما اون تقریبا که هستید خارج بشید حالا سمت اروپا یا ارتباط آشر با خانم ندا امین رو شما چقدر نزدیک برمی‌دونستی؟ و ویزای ندا امین رو کی زد براشون؟ ویزای وی آی پیش رو برای موساد و برای اسرائیل ببخشید. بله صدا میاد. الان صدا شما ارتباط آشر و خانم ندا امین رو چقدر به هم نزدیک می‌دونستی با توجه به اینکه شما با هر حال گفتید خودتون دوست دختر ندا امین بودی، دوست پسر ندا امین بودی و ایشون دوست دختر شما بودن، ارتباطشون چقدر به هم نزدیک بود؟ خب ندا امین آشر خیلی هر روز با هم دیگه مکالمه داشتن، حتی خیلی از کارهای آشر و خیلی از کیسایی که مثلا در ترکیه بود و اصلا آشر یا این به آشر معرفی میکرد، یعنی روابطشون خیلی زیاد بود. فکر میکنی چی شد که این فایل صوتی بین آقای زن و آقای آشر به بیرون منتقل شد؟ دیگه حالا این چیزیه که خود آقای زن بهتر از من میدونه حالا چه چیزی بینشون بود و اینا، ولی چیزی که من از خود خانم امین شنیدم، یعنی به من گفتش که ایشون یه درخواست هزینه خیلی بالایی رو از سازمان اطلاعاتی اسرائیل کرده بوده که این اون هزینه رو ظاهرا قبول نکردن، حالا به هر دلیلی به یه توافقی نرسیدن و حالا بینشون این مشکلات و این اتفاقات افتاد. چیزی که علنا خود برگشت گفتش که به خاطر درخواست هزینه بالایی که ایشون کرده بودن از سازمان اطلاعات اسرائیل اینا در واقع از این کار رو انجام ندادن و به قول معروف حالا بینشون مشکل ایجاد شد. شما با آقای آشر صحبت کردید تا الان؟ خیلی. بعد صدایی که منتشر شده بود رو تایید می‌کنید که با کامپیوتر دستکاری هم شده بود؟ بله صدا رو تایید، چون صدا آشر بود، یعنی طرز صحبت کردن دستکاری شد. دقیقاً طرز صحبت کردنش دقیقاً طرز آشر بود. درست. آشر بیشتر از شما چی می‌خواست؟ ارتباط با موساد می‌خواست؟ چی می‌خواست با شما؟ ببین آشر در افرادی هستن که در کار میکنه. صداتون قطع و وصل میشه، من هیچی متوجه نشدم. یه بار دیگه میگید. آشر دنبال افرادی که در داخل ایران کار میکنه، یعنی کسی ارتباطی داخل داشته باشه از ارتباطات موشکی، نظامی یا سیاسی و خیلی درجه اهمیت بالایی براش برخورد اقتصادی ایران توی منطقه، یعنی دنبال اینن که اون مسیرهایی که ایران فعالیت اقتصادی داره توی منطقه رو اونا رو به قول معروف بتونن بزنن یا به قول معروف بتونن تایی بکنن که جلوگیری بکنن ازش. هنوزم با آقای آشر شما در ارتباطید؟ طولانی اصلا در ارتباط نبودم، یعنی اصلا من با ایشون اصلا نداشتم صحبتی چیزی نداشتم، ولی سر این برنامه اخیری که برای من پیش اومد مجبور شدم که باشون ارتباط بگیرم و چیز کنم. ولی خب سیستم کاری اینا سیستم کاری هستش که نمیشه روشون زیاد اطمینان کرد یا چیز کرد، چون به خاطر اینکه یه سازمانی هستن که وابستگیش اصلا برای من تا همین الان به شخص خودم مشخص نشده اینا با کجا دارن کار میکنن و اصلا به کجا وابستگی دارن. ولی خب تایید نمی‌کنیم ولی با موساد کار می‌کنه. شما تایید می‌کنید که آقای آشر با موساد کار می‌کنن یا نه؟ شما اینو تایید می‌کنید که ایشون با موساد وصله یا نه؟ ببین بحث ایشون با آشر با موساد کار می‌کنه این هستش که ایشون
وقتی ما صحبت کردیم در مورد مثلا قرار کنسولی و اینا، هر زمان حتی اون اولش که من ایشون شناختم بحث قرار کنسولگری مثلا اسرائیل میرسید که مثلا بریم بشینیم مثلا صحبت بکنیم، ایشون میگفت نه کنسولگری نه، در واقع اگر که مثلا یه سرویس اطلاعاتی باشه که مثلا بتونه با هر جای کار بکنه، این سرویس اطلاعاتی خیلی راحت دسترسی. آقای امیر عباسپور صدای شما داره ضبط میشه، من فقط اینو به شما بگم حواستون باشه. آره. نه ما مشکلی نداریم، بسیار. ولی ایشون میگم ایشون اگر که مثلا داره چیز میکنه این سیستم رو داره انجام میده، ما میخواستیم تستشون بکنیم ببینیم ایشون واقعا برای اون سیستم داره کار میکنه، یعنی برای دولت اسرائیل داره کار میکنه یا نه. حالا شما تایید میکنید ارتباطشون رو؟ والا ارتباطاتش مبهمه، ولی ظاهرا تا اینجایی که انقدری که من میدونم که تونه، حالا شخصی مثل ندا امین رو که حالا با وضعیت که من میشناسم از همسر سابقش رو و اصلا علت اومدن ایشون تو خاک ترکیه و حالا بعد و چیزای دیگه، تا اینجایی که من میدونم فکر میکنم یه ارتباطاتی باید داشته باشن ایشون توی اسرائیل که تونسته مثلا برای خانم امین ویزای VIP بگیره و ایشون مثلا بیاد بره توی خاک اسرائیل. آخه اون رو که انجمن روزنامه‌نگاران اسرائیل گرفت که ربطی به آشر نداشت. آشر از موقعی که ندا امین نامه ترک خاکش اومد ارتباطش رو قطع کرد با ندا امین. با خود من داشت صحبت میکرد. شما دارید صدا من که خب اینجوری صدا ضبط نمی‌کنم. الان تو خاک اسرائیل مثلا داره همین. ببین این یه بحث دیگه است. اونو بعد مثلا روی بحث دیگه بخوام اینجوری صحبت کنم. ولی روزی که ندا امین از ترکیه اخراج شد دروغ گفت. خب من بر اساس سند میگم بهتون. میتونید مثلا سندش منتشر کنم؟ سندش توی میدم بهتون. بعد بگردم توی 5-6 هزار تا عکس. بر اساس اون سند خانم ندا امین میگه که من به عنوان اینکه خبرنگار تایمز اسرائیل هستم و داشتم با تایمز اسرائیل همکاری میکردم، من از ترکیه دارم اخراج میشم و اگر اخراج بشم برسم ایران اعدامه. خب این اصلا دروغه. دولت ترکیه دادگاه بهشون 1 ماه فرصت داده بود بخواد که ترکیه رو ترک بکنه. اصلا تو قول مثلا نیومده که ما شما رو میخوایم دیپورت بکنیم به ایران، میخوایم برگردونیم به ایران. درسته. بر اساس اون شلوغ بازی که کرد و رسانه‌های خارج از کشورم اومدن تو میدون و بالاخره پروپاگاندا ایجاد کردن، انجمن روزنامه‌نگاران اسرائیل اومد در یک عمل انسان دوستانه برای ایشون ویزا گرفت و گفتش که ما شما رو برمیگردونیم میاریم به اسرائیل که شما بیان به عنوان آدم سیاسی. اصلا آشر ارتباطش رو با ندا امین قطع کرده بود موقعی که، چون گفتن ندا امین سوخت. درست. الان خانم ندا امین برای من اون سایت رو فرستادن به همراه یک فایل صوتی، بنده هنوز گوش ندادم، پلی میکنم که بتونیم گوش بدیم با اگه بشه که فکر نمی‌کنم بشه چون همزمان دارم صدا رو میگیرم. برای من آقای رولازم این سایتی که خود من میخوام بگم که این آقای چیز عباسپور تصور اشتباه داره که آشر ندا امین رو برده به اسرائیل. آشر اصلا اون موقع ارتباطش رو 1 هفته قطع کرد با ندا. درست. خب الان من یه سوالی دارم اگر که مثلا ایشون تحت نظر طبق اون اخباری از توی اسرائیل اومد بیرون تحت نظر سازمان اطلاعاتی اسرائیل و اینا اعلام کردن که با یه مأمور دولت ایران حالا از سپاه قدس بوده هر جایی که بوده یا وزارت اطلاعات بوده حالا در مورد باز گرفته داخل اسرائیل و حالا صحبتی که من و شما با هم دیگه کردیم شما برگشت گفتی ایشون از خاک اسرائیل نمیتونه خارج بشه و تحت نظر هسته، چطور میشه که ایشون هنوز کانکشنش رو با آشر داره؟ خب همین سوال همینه. من نمیدونم الان با آشر ارتباط داره یا نه. شما برید تماس بگیرید هماهنگی تماس میکنه، حتی هنوز هم تو خاک اسرائیل با آشر هنوز هم داره این کارو میکنه. بله. من نمیدونم ولی میدونم اسرائیل عین ایران نیستش که اول بگیرن طرف و بعد بشمرن ببینن چند تا داشته. اونجا اول میشمرن ببینن چند تا داره بعد میگیرنش، چون اونجا دموکراسی واقعیه و تو اسرائیل اصلا این داستانا نیست، این تصورات نیست که ما تو ایران داریم طرفو میگیرن میبرن زیر شکنجه نمیدونم 6 ماه تو انفرادی باشه تا ببینه چه خبره. من یه نکته ببینم اونجا من میدونم که دنبال یه سری دلیل و مدرک بودن. درست. من یه نکته بگم در خصوص آقای امیر عباسپور، ایشون عضو سابق
سپاه امنیت بودن طبق ادعایی که خودشون میکنن. یه مدت خودشون میگفتن که دوست دختر خانم ندا امین بودن، با ایشون مصاحبه کرده خانم ندا امین در روزنامه کیهان نوین. بعد از اون هم آقای امیر عباسپوری که از منابع آقای زم بوده در آمد نیوز که خبرهای مربوط به سپاه رو و خبرهای رو مربوط به برنامه‌های موشکی و اینا رو برای شما کار می‌کرده در آمد نیوز. نه کار نمی‌کرد، 6-7 تا خبر ایشون خودش هم هست، 6-7 تا خبر با حالا نگیم که چه خبرهای اینا ممکنه براش مشکل ایجاد بشه، ولی 6-7 تا عکس و سند اینا. بله یه سری خبرها رو هم به آمد نیوز آقای امیر عباسپور میداده و طبق صحبتایی هم که شده بوده یک دستگاه شنود هم توی خونه آقای امیر عباسپور پیدا شده و توی آبگرمکن خونش بوده. درسته آقای امیر عباسپور؟ بله این دقیقا زمانی که خانم ندا امین ارتباط داشت با ما و منزل بنده تشریف می آوردن و حالا رفت آمد داشتن، حتی بعد از اینکه سازمان اطلاعات ترکیه اخطار داد در مورد ایشون، یعنی من یه تهدیدی از ایران داشتم، به سبب اون تهدید سازمان امنیت ترکیه من مورد بازجویی قرار داد و خیلی جالبه تهدید من اصلا برای سازمان امنیت ترکیه فراموش شده بود و هی سوال میکردن که در مورد خانم ندا امین که شما چه ارتباطی با ایشون دارید و اخطار خیلی جدی به من دادن برای که شما میخواید در ترکیه بمونید و در واقع ادامه بدید باید تمام ارتباطاتتون رو با ایشون قطع بکنید. طبق گفته‌هایی که خودشون داشتن این بود که سازمان اطلاعات ترکیه خیلی رویشون داره فشار میاره و خیلی جالب هم این بود که آشر میگفت ما در سازمان اطلاعات ترکیه توی آنکارا خاصی رو داریم که ایشون رو حمایت میکنن و مورد پشتیبانی قرار میدن و